تبریک میگم، از امشب نگهبان شب فروشگاه شدی. وظایف ساده است تا وقتی که این قوانین رو دنبال کنی. قانون اول: هر شب ساعت 12 درهای ورودی رو قفل کن. اگه زمانش رو اشتباه کنی، چیزی که بیرونه وارد فروشگاه میشه. قانون دوم: اگه دیدی چرخ دستی فروشگاه خودش داره حرکت میکنه، بهش دست نزن، حتی نزدیکش هم نشو. قانون سوم: بعضی وقتا صدای ضربه از داخل یخچال ها میاد. تا وقتی صدا قطع نشده درشو باز نکن. اگه جای دست روی شیشه ها بخار کرد، برق راهرو رو 1 دقیقه قطع کن. قانون چهارم: اگه ساعت 3 شب یه نفر پشت در بود که صورت نداشت، درو براش باز کن و کارشو راه بنداز. اصلاً به صورتش نگاه نکن و تا وقتی از اونجا نرفته تو اتاق نگهبانی منتظر بمون. قانون پنجم: اگه دیدی یه نفر با لباس سفید به یکی از دوربین ها زل زده، به تصویر خیره شو. حتی پل کم نزن. اگه یه لحظه ازش چشم برداری، اون غیب میشه و بعد از چند ثانیه صدای در زدن از اتاق نگهبانی میشنوی. فقط زود چراغ‌ها رو خاموش کن و زیر میز قایم شو تا وقتی صدا قطع بشه. موفق باشی.